پارک ملی واخان با داشتن چشمه‌ها، جهیل‌ها، آبشارهای شگفت‌انگیز، حیات وحش نادر و ده‌ها گونه پرنده کمیاب مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. شماری از گردشگران داخلی که برای بازدید به این منطقه آمدند میگویند که با تامین امنیت سرتاسری در کشور وقت آن رسیده است تا از مناطق زیبا و دیدنی به ویژه در ولایت بدخشان بازدید کنند. شرایط گردشگری فعلا خیلی مهیا شده برای افغانستان، خصوصا ولسوالی واخان یک جای بسیار خوبی برای توریست است. قله های بلند سر به فلک داره که قله نوشاخ است که 7492 متر است، برای توریستا عجایب است. پلنگ برفی است، آووی مارکوپلو است. از حکومت محلی میخوایم، از حکومت مرکزی هم ایرا میخوایم که با همه توریستای خارجی و داخلی زمینه چی را مساعد کنن که اونا بیان ایجاد دیدن کنن و دید و بازدید کنن و اجاره ببینن. در همین حال رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان که به پارک ملی واخان رفته است از فراهم بودن سهولت‌ها برای گردشگران داخلی و خارجی در این ولایت اطمینان می‌دهد. مهمانخانه‌هایی است که در واخان موقعیت دارند، در پارک ملی موقعیت دارند و گردشگرانی که به پارک ملی میآیند از نگاه امن و امنیت بیخی یک امنیت کلی و سرتاسری در اینجا حاکم است و هیچ مشکلی وجود ندارد و هیچ مانعی وجود ندارد. دهلیز واخان در سال 1393 خورشیدی از سوی حکومت پیشین به عنوان دومین پارک ملی کشور شناخته شد. بر بنیاد معلومات ریاست محیط زیست بدخشان نزدیک به 30 گونه حیات وحش نادر و بیش از 270 گونه پرنده کمیاب در این منطقه زیست می‌کنند.